خب توی درس قبل با پارتیشن ها و درایو ها آشنا شدی، یعنی با اجزای اصلی حافظه های جانبی. توی این درس میخوام براتون در مورد فایل و فولدر صحبت بکنم. ببینید ما برای دسته‌بندی کردن و طبقه بندی کردن اطلاعاتمون اول از همه که با این پارتیشن ها و درایو ها سر کار داریم. بعد داخل این پارتیشن ها و درایو ها از یک چیز دیگه ای استفاده میکنیم برای تقسیم بندی که اصطلاحاً به اون گفته میشه فولدر یا همون پوشه خودمون. بذار من بیام اینجا با یک دابل کلیک وارد یکی از اینا بشم. خب من الان اومدم توی پارتیشن C. اول از همه اینو باید بدونیم. این بالا گفتیم نوار چیه؟ آدرس. آقا اینجا آدرس داده کامپیوتر پارتیشن C، یعنی شما دقیقاً داری میبینی که الان در کجا قرار داری. ببین هر جایی که تو کامپیوتر بری، هر پنجره که واکنی، یه آدرس، یه لوکیشن، یه محل مشخص داره و آدرسش همون بالا معلوم. خب پس الان ما توی کامپیوتر و پارتیشن C هستیم. قبول. اینجا این زردا رو میبینین؟ این زردا هر کدومشون بهشون گفته میشه یک فولدر یا یک پوشه که برای طبقه بندی و دسته بندی اطلاعات استفاده میشه. خب توی هر کدوم اینها که وارد بشیم، مثلا این ویندوز، من اینجا دابل کلیک میکنم، باز یک عالمه نگاه کن، الان شما فولدرهای دیگه میبینی. دوباره میام اینجا میبینی اسکرول داره، اینو میگیرم میارم پایین. بعد از فولدرها که عموماً به این شکل زرد رنگ دیده میشن، یه چیزای دیگه هم اینجا داریم میبینیم. اینها همه فایل هستن. اینها همه فایل هستن، شکلشون هم ظاهرشون هم مختلف. خب حالا عمدتاً یا فایل هستن یا میشه گفت به یه نوعی آیکون. اما چیزی که فعلا راجبش صحبت کردیم، یک فولدر میتونه حاوی فایل و فولدرهای دیگه باشه و هر فولدر آدرس مشخصی داره. مثلا میگم الان این دانلودد پروگرام فایلز یک لوکیشن مشخص داره. آقا لوکیشنش کجاست؟ مکانش کجاست؟ در پارتیشن C در فولدر ویندوز. حالا اگه من رو این دابل کلیک کنم برم داخل، دوباره شما اینجا میبینی الان من داخل چی هستم؟ فولدری به نام Downloaded Program Files. پس این لوکیشن مشخصه. حالا اگه بخوام برگردم به پنجره قبلی چطور؟ اگه بخوام برگردم به جایی که قبلا بودم، اینجا میتونم توی این نوار آدرس بیام کلیک کنم رو ویندوز. خب یه دونه برگشتم عقب. میتونم اینجا بیام کلیک کنم یه دونه برگردم عقب. میتونم بیام اینجا کلیک کنم یه دونه برگردم عقب. خب یا اینکه نه، بذارین دوباره برم، یا اینکه نه از همون اول. الان اینجام دیگه درسته. میخوام بیام تو کامپیوتر، خب یه بار رو کامپیوتر کلیک میکنم. مهم نیست که دونه دونه بیاید عقب، نه، میتونید برگردید به هر جایی که میخواید. یه فلشی آقا کنار اینا هست. بذارم بیام تو پارتیشن C. یه فلش اینجا نشون میده. این فلشه چیه؟ اگر من اینجا کلیک بکنم، حالا به اون چیزهایی که در کامپیوتر هست دسترسی دارم. مثلا میخوام برم تو فلش مموری، خب میرم. میخوام دوباره برگردم تو پارتیشن C. پس به راحتی میتونی توی این پارتیشن ها جابجا بشی، توی فولدر ها جابجا بشی. فقط بحث فولدر نیستا. الان من اینجا کلیک کنم، تمام محتویاتی که اینجا توی پارتیشن C هست اینجا میبینم. حالا اگه وارد ویندوز شده بودم، دوباره میتونم از اینجا بیام بیرون، مثلا برم تو پروگرام فایل. دوباره میتونم مثلا اینو باز بکنم برم تو ویندوز. خیلی راحت من میتونم بین اینها جابجا بشم. خب من فعلا برمیگردم به همون کامپیوتر. پس فولدر رو هم شناختیم، اما فایل چیه؟ بذارید من بیام همینجا، بیام توی ویندوز. این اطلاعاتی که داریم میگیم آقا اطلاعات دسته بندی کنیم، اطلاعات طبقه بندی کنیم، نمیدونم راجع به این اطلاعات داریم صحبت میکنیم. این اطلاعاتی که ما ازش اسم میبریم خود همین فایلان، یعنی اطلاعات ما این فایل ها هستن. خب که حالا شرایط خاصی دارن. بذارید من بیام تو پیکچر. ببینید من روی این پیکچر کلیک کردم. پیکچر
یا مجموعه اینایی که اینجا هستن. حالا با لایبرری که جلوتر آشنا بشیم میبینیم این قضیه رو. در واقع این پیکچر هم یه فولدره، منتها چون یک فولدریه که مربوط به خود ویندوز هست. بذارید من یه لحظه رو لایبرری کلیک بکنم. چون یک فولدر، اینا همه فولدرن، چون فولدرهای خود ویندوز هستن، به صورت استاندارد ویندوز اومده برای هر کدوم اینا یه شکل خاصی در نظر گرفته، یه آیکونی گرفته. مثلا این شبیه یه ورق کاغذه، این شبیه یه تیکه بریده فیلمه، این نوت موسیقیه، این عکسه، اسمشون هم مشخص. حالا من رو این دابل کلیک میکنم میام تو، ببینید اینا یه فولدره، این یه فولدره. گفتم این زرد رنگه رو هر جا دیدی میدونی که فولدره. حالا رو این دابل کلیک میکنم میام تو، اینایی که اینجا هستن هر کدومشون یک فایلن. اینا فایلای عکسن. وقتی موسو میارم روش یه اطلاعاتی به من میده. ببینین نمیگم فایل عکس ها، منظورم در مورد کلیه فایل هاست. هر فایلی در ویندوز برای خودش یک مکان مشخص داره، یک اسم مشخص داره و یک فرمت مشخص داره. این الان عکسه، این یک پیکچره. از کجا مشخص؟ از فرمتش. شما فرمت زیادی شنیدید، مثلا MP3 به گوش شما بارها خورده، MP4 بارها به گوش شما خورده. اینا همه فرمت هستن، فرمت های فایل های کامپیوتری. اغلب این فرمت ها 3 حرف و مشخصه در واقع اون فایلی هستن که ما داریم ازش استفاده میکنیم. پس در مورد فایل هم شد لوکیشن مشخص، اسم مشخص و فرمت مشخص. و معمولا هر فایلی نسبت به اون فرمتی که داره با یک نرم افزار در ویندوز قابل اجراست. خب اینها عکس هستن. حالا مثلا من میام توی میوزیک و میام داخل این فولدر سامپل میوزیک. خب اینا همه موزیکن، اینا همه فایل های صوتی هستن. باز از فرمتشون مشخصه. این موسو میارم اینجا، فرمت این MP3 آیتم تایپ MP3 فرمت. انتخابش هم که بکنم، حالا یه سری اطلاعات این پایین داره راجع به اون به من میده، این که فرمتش MP3 هست و اطلاعاتی که مال کدوم آلبوم و خواننده و زمانش چقدر، حالا چون فایل صوتی زمان داره، و مال چه سالی هست و حجمش چقدر. همه اینا اینجا مشخص. خب پس اینهایی که داریم ازشون اسم میبریم هر کدوم یک فایلن. یا مثلا فایل های ویدئویی، این هم یه فایل ویدئوییه با فرمت WMV، ویندوز مدیا ویدئو. خب پس این هم یک WMVه. میبینی هر کدوم اینا یه مشخصه خاص خودشون دارن. یا مثلا من برمیگردم توی همون پیکچر هم اینجا اطلاعاتش کامل، یعنی وقتی شما انتخاب میکنی این فرمت JPGه و هر کدوم حالا اطلاعات خاص دیگه ای هم دارن. مثلا این ابعادش مشخصه، ریتش مشخص و حالا باز بحث حجم و همه اینها رو میبینی. خب پس با فایل هم آشنا شدی. فایل ها میتونن صوتی، متنی، تصویری و هر در واقع چیز دیگه، مثلا فایل های مختلفی هستن که دیگه شما باید اون نرم افزارها رو یاد بگیرید، بتونید اون فایل ها رو ایجاد بکنید و از اون فایل ها استفاده بکنید. خب پس مفهوم فایل و فولدر رو فکر میکنم الان کامل متوجه شدیم. حالا تو درس‌های بعدی که با اینها کار شروع بکنیم، مدیریت اینها رو شروع بکنیم، اطلاعات بیشتری میبینید. بحثمون از اینجا بحث بسیار مهمی هست از این درس به بعد و حتی خود این درس، چون عنوان مهارت دوم ICDL در اصل این هست: مدیریت فایل ها و فولدر ها. خب و ما میخوایم این مدیریت رو شروع بکنیم به یادگیریش و از درس بعدی دقیقاً کار با این فایل ها و فولدر ها رو یاد خواهیم کرد.